ما دعا میکنیم که الله خواهر و برادر، خواهرای موحده، مادرای موحده را الله حفظ کند، به شما برکه بدهد، به شما رحمت ارزانی برد. همه اون مادرای موحده که، خواهرای موحده که، همه اون موحده هایی که امروز از زنهای موحدین هستند و موحده هستند، در صف دعوت هستند، کمر همت دعوتی بستند، از یک جانب از یک جهت به منتشر شدن حق، منتشر شدن اسلام، دین، توحید خدمت میکنند. الله این زنها را رحمت کند، برکه بدهد، ایمانشون را باز زیاد بکند، ثابت قدم در دینشون نگه دارد، از فرزندهایشون نتیجه دعوتشون ببینند، فرزندهای بهترین به اینها بدهد، عالم به اینها بدهد، صالح و صالحه بدهد، لذت زیبایی زندگی را، ایمان و زندگی را به اینها بدهد. در این دنیا هم زیبا و خوشنود و سعادتمند و سربلند، و در آخرت هم زیبا و سربلند در جنت به رضایت الله رفتن نصیب کند. الله این چنین خواهرها را، مادرها را، موحده ها را برای نصرت دینش زیاد بکند، برای رسانیدن حق زیاد بکند، تا که دین الله نصرت بدهد. الله رحمتشون بکند، برکتشون بدهد و از تمام بلاها، آفتها، مریضیها، کمبودیها الله نجاتشون بدهد، از فتنه ها هم نجاتشون بدهد، درجه بالاترین اجرهای بهترین برای اینها نصیب بکند. آمین یا رب العالمین. و اما دعای ما در حق اون مادران و خواهرانی که درس ها را گوش میکنند، همیشه در حلقه های علمی هستند، همیشه می آموزند، عمل میکنند، سوال میکنند و دین خود به پایبند هستند. الله اینها را مسلمان واقعی کن، حفظشان کن، الله برکشان بده، الله زیبایی زندگی را به اینها نصیب بکن، آرامی زندگی را، برکت عمرشان بده، برکت فرزندشان بده، برکت مال جانشان بده، در آخرت هم به بهترین زندگی به اینها نصیب بکن. الله این کسانی که توحید و مختی شدند و می آموزند به اینها برکه بده، فرزندهای صالح و صالحه بده، به فرزندهای همه این مسلمان ها موحدین آداب و اخلاق و عزت و سربلندی بده، به مردهایشان شجاعت، به زنهایشان صالحی و مهربانی و متواضعی به اینها نصیب بکنی. از فرزندهای همه ما، از فرزندهای همه موحدین آینده علما و بزرگان و مجاهدین الله سبحانه و تعالی برای این دین خدمت کردن این دین نصیب بکنی. الله اینها را از درد و رنج و بلا و مصیبت ها دور بکنی، فهمشان باز بکنی، خوشبختی زندگی را به قلب اونها داخل بکنی. الله قلب های همه اینها را منشرح کن، الله قلب های همه اینها را بکشا برای فهمیدن حق و اینها را عالم و عالمه و دعوتگر برای خودت بکنی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.